دادگاه عالی تاجیکستان عزیزه دولتova همسر پرویز دولتov را به 11 سال زندان محکوم کرد. بر اساس قانون عفو بلافاصله 1 سال را از حکم او کم کرده است. عزیزه دولتova به شکنجه و عذاب و عقوبت معشوقه شوهرش مدینه محمدجانova ایبدار می شود. دادگاه عالی قبلا پرویز دولتov را نیز در چارچوب این پرونده پرسر و صدا به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم کرده بود. یک منبع که در مرافعه عزیزه دولتova شرکت داشته است به رادیوی آزادی گفت حکم دادگاه عالی روز 28 دکبر در سزای دوشنبه صادر شد. به گفته منبع که نخواست نامش ذکر شود، دادستان یا ایبدار کننده دولتی برای عزیزه دولتova از دادگاه 11 سال زندان طلب کرد. دادگاه هم عزیزه دولتov را به سوءقصد به آدمکشی ایبدار دانست و به 11 سال زندان محکوم کرد. بر اساس قانون عفو سال 2021 1 سال از حکم عزیزه دولتov را کم کردند. او اکنون 10 سال پس پنجره میماند، گفته است منبع آزادی. در دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 دکبر صادر شدن حکم در نسبت عزیزه دولتov را تصدیق کردند، اما آن را شرح ندادند. یک مسئول دادگاه عالی به رادیوی آزادی گفت که نسخه کامل حکم روزهای نزدیک به طرفها داده می شود. در صورت ناراضی بودن آنها می توانند شکایت برند. نزدیکان عزیزه دولتov و مدینه محمدجانova هم تا حال در رابطه به حکم واکنش نکردند. مرافعه عزیزه دولتov و هم شوهرش پرویز دولتov پس درهای بسته برگزار شد. مدینه محمدجانova ساکن 32 ساله دوشنبه شب 25 آگوست امسال در حالت بیهوشی به بیمارخانه برده شد. به گفته طبیبان او را چنین بوغی کردند که چند مدت به معاینه سرش هوا نرفته است و در نتیجه یک قسم مغز سر مدینه از کار مانده است. این قضیه وقتی مورد توجه قرار گرفت که فعالان جامعه شهروندی برابران کشور مراجعت کردند و جریان تفتیشات را رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه شخصا زیر نظارت خود گرفت. معلوم شد که مقامات میلیسای نویه سینا ماه سپتامبر اعمال عزیزه دولتov را به قانون عفو تغییر کننده کشودن پرونده جنایتی به ضد او را رد کردند. تنها بعد این قضیه را زیر نظارت خود گرفتن رستم امامعلی و این مسئله را در جلسه حکومت برداشتن پرزیدنت امامعلی رحمان در اول ماه نوامبر قضیه برای تفتیش دوباره برگردانده شده پرویز دولتov و عزیزه دولتov را به حبس گرفتند. مدینه محمدجانova که از 25 آگوست در طول قریب 4 ماه در اینجا در حالت کما قرار داشت، نیمه دوم روز 15 دکبر یگان بار به هوش نیامده در مرکز ملی طبی شفابخش وفات کرد. او را روز 16 دکبر در آرامگاه سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپردند.